تسلیم از روی اجبار است و ناچاری، اما پذیرش از روی اختیار است و آگاهی. پذیرا که باشی در پذیرش هستی قرار خواهی گرفت و در ضیافت حضور دعوت خواهی شد. زیر چتر هستی اگر باشی هیچگاه خیس از رنج نخواهی بود، حتی اگر باران حادثه بر تو ببارد. یاران، بارش باران اگر رحمت است، خشکی بیابان نیز از روی حکمت است. راز آن است که تو بدانی هستی هر چیز را از هیچ آفریده و تا راز خود جدا ندیده. پس تو خود نیز راز هستی و این آگاهی رازی است که در پذیرش نهفته است.